در ناحیه یاوان ساختمان فرمه مالپروری برای 3000 سر چاروائی کلان شاخدار شروع شده است. طور دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت ختلان خبر می‌دهد این فرمه در مساحت 16 هکتار در جماعت آبشاران با دستگیری مالیوی جمعیت سهامی کشاده مرمری بنیاد می‌گردد. مبلغ عمومی پروژه طبق اطلاع منبع 8 میلیون 500 هزار دلار را تشکیل می‌دهد. قسم اول فرمه برای 1000 سر گاو سال 2020 به استفاده داده خواهد شد. طبق اطلاع منبع فعالیت فرمه اساساً برای استحصال گوشت روانه می‌گردد. در صورت پر را به کار آغاز کردن فرمه 600-700 نفر به جای کار تامین خواهند شد. این هم در حالی است که در کشورهای پیشرفته در چنین فرمه 4 یا 5 نفر کار میکنند. مقامات شرح نداده است که در صورت به هر 4 یا 5 سر گاو راست آمدن یک کارگر چگونه میتوانند گوشت را ارزان کنند. همچنین منبع نگفته است که 600-700 نفر کارگر در یک فرمه گاوپروری چیکار میکنند. از ساختمان این فرمه رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده دیدن کرده جهت سری وقت و با صفت بلند به انجام رسیدن ساختمان فرمه دستور و توصیه داده است.